تابستان سال 1962 را افتادم. با قطار رفتم استانبول، بعد به ارزروم در شرق ترکیه، بعد تبریز، تهران، اصفهان، شیراز و تخت جمشید، پایتخت شاهان ایران باستان. در مسیر برگشت به خانه من و همسفرم ریچارد شاین با زلزله بوئین زهرا مواجه شدیم. زلزله عظیم و 7.1 ریشتری که بیش از 12,000 نفر کشته بر جای گذاشت. احتمالاً نزدیک کانون زلزله بودم ولی متوجهش نشدم، چون مریض بودم و سوار اتوبوسی که در جاده‌های بسیار ناهموار آن زمان ایران بالا و پایین می‌جهید. وقتی از فضا به زمین می‌نگریم خودمان را به عنوان یک کلیت می‌بینیم. وحدت را می‌بینیم و نه مرزبندی‌ها را. تصویری بسیار ساده است که پیامی قانع کننده دارد. یک سیاره، یک نژاد بشر. امروزه علم پاسخهای بهتر و سازگارتری می‌دهد. اما مردم همواره دنبال دین هستند، چون به آنها آرامش می‌دهد و به علم اعتماد ندارند یا آن را درک نمی‌کنند. به یاد داشته باشید که به بالا و به ستارگان نگاه کنید و نه به پایین و پاهایتان. سعی کنید از آنچه می‌بینید سر درآورید و درباره آنچه وجود عالم را ممکن کرده فکر کنید. کنجکاو باشید. هر قدر هم زندگی به نظر دشوار برسد، همیشه کاری هست که بتوانید بکنید و در آن موفق باشید. مهم این است که تسلیم نشوید. خیال خود را